سلام، من ویلیام افدن هستم. میخوام داستان زندگیم که از یه آدم موفق تبدیل شدم به یه قاتل سریالی رو براتون تعریف کنم. حدودهای سال 1930 بود. من و مادر و پدرم تو بیپولترین حالت ممکن بودیم. نه تنها ما، بلکه کل مردم شهر مثل ما بودن. همه این مواد غذایی شهر 10 برابر قیمت خودشون شده بودن. مردم از گرسنگی و افسردگی داشتن میمردن. اما ناگهان یه روز یه سینک باز شد که کل ورودی اون 50 سنت بود. برای ما آدمای فقیر خیلی خوب بود، چون هم یک سیرک بود که چند تا خرس می اومدن و نمایش انجام میدادن، هم با 50 سنت غذا به مردم میدادن. این سیرک مردم را از دوران قحطی نجات داد. من عاشق این سیرک رستوران مانند شدم و به خودم قول دادم که وقتی بزرگ شدم یه دونه از این رستوران ها باز کنم. چند سالی گذشت. سال 1970 من بالاخره تونستم رستوران خودم رو با افتتاح کنم، اما با یه تفاوت که خرس رستوران من لباس بود و باید یکی اون رو میپوشید. رستوران من یه قابلیت خیلی خوب هم داشت که میتونستن مثل ربات خودشون چند تا حرکت کوچیک بدون نیاز به کمک انسان یا بدون نیاز به پوشیدن اون بتونن از این قابلیت استفاده کنن. اما بعدی این لباس ها این بود که با کوچکترین رطوبت به حالت رباتشون برمیگشتن و اگر انسانی داخل اون بود کشته میشد. رستوران افتتاح شد و در رستوران 2 تا ربات بودن که اسم یکی گلدن فردی و دیگری گلدن بانی، یا همون بانی دبانی، که گلدن بانی خرگوش و گلدن فردی خرس بود. من از حیوانات خرس، خرگوش و روباه خوشم میاد و میخواستم از این حیوانات استفاده کنم. از حیوانات خرگوش و خرس استفاده کردم، اما روباه یکم با تم رنگ طلایی و بنفش زیاد جالب نمیشد، پس بیخیالش شدم. من تو کارم خیلی موفق بودم و درآمد بسیار خوبی هم داشتم. اما بعد چند سال یه روز یه رستوران رقیب باز شد به اسم تیکاز پارتی ورلد که توی اون هم مثل من از ربات هایی که به شکل حیوانات هستن استفاده کرده بودن، با این تفاوت که اونا کاملا ربات بودن و بدون نیاز به انسان حرکت میکردن و در رستوران برای بچه ها آهنگ هم میخوندن. که با این اوضاع رستوران من هیچ مشتری نداشت، چون یه رستوران که با حیوانات بیشتر مثل خرس، مرغ، خوک، فیل، حتی اسب آبی داشت، دیگه نیاز به رستوران من نبود. رستوران من دیگه هیچ ارزشی نداشت. مشتریام تقریبا 0 شده بودن. به خاطر همین رستوران من ورشکست شد. من بعد از این که رستورانم بسته شد ربات‌های خودم رو آوردم خونه تا اگه مهمونی دور همی تو خونه‌مون داشتیم از اون استفاده کنم. من یه مدت افسردگی بسیار شدیدی گرفتم و داشتم دیوونه می شدم. حتی داشتم نقشه میکشیدم که رستوران چیکا پارتی ورلد رو
از سر راه هم بردارم. چند هفته گذشت. یکی به اسم هنری به من زنگ زد. هنری مالک رستوران چیکا پارتی ورد بود و برای پیشنهادی به من زنگ زد. الو؟ آقای ویلیام افته شمایید؟ بله، شما؟ من هنری امیری هستم، مالک رستوران چیکا پارتی ورد. چرا زنگ زدی؟ با من چی کار داری؟ یه پیشنهاد براتون دارم. من به پیشنهاد تو نیاز ندارم. قطع کن. اول گوش کنید. میدونم از دستم عصبانی هستید، اما میخوام کمکتون کنم. گفتم من به کمک تو نیاز ندارم. لطفا گوش کنید. خب پیشنهادت چیه؟ شراکت 50%. چرا این پیشنهادو به من میدی؟ چون شما و من عین هم هستیم. در رشته رباتیک تجربه داریم و ایده هامون یکیه. من اوایل برای نابود کردن هنری اون پیشنهادش رو قبول کردم، اما بعدها دیدم که هنری خیلی فرق داره. من هنری رو یک آدم خودخواه تصور میکردم، اما دیدم که هنری خیلی مهربون بود و به پیشنهادهای من ارزش قائل بود. برای همین شدیم صمیمی‌ترین دوستای همدیگه. اما من و هنری وقتی داشتیم در مورد تغییر ربات‌ها با هم تصمیم گرفتیم، دختر کوچیک هنری رفته بود دفتر من و اونجا نقشه هایی که برای از بین بردن هنری کشیده بودم رو دید. اما من دیگه نمیخواستم واقعا هنری رو از بین ببرم. به خاطر همین چارلی دختر هنری از من میترسید. من و هنری تصمیم گرفتیم که ربات‌های خوک، فیل و اسب آبی رو کنار گذاشتیم و اسم رستوران رو به فردبرگ فامیلی داینر تغییر دادیم. این رستوران سال 1983 بود فکر کنم افتتاح شد و به جای اونا ربات‌ها یه شخصیت بانی که خرگوش فاکسی کرری روباه بود و یکی هم پاپت بود. ربات پاپت شبیه یه انسان بود که باهوشتر از ربات‌های دیگه بود و کارش این بود که بچه‌ها وقتی با اهرم جعبه کادو رو بچرخونن، پاپت از جعبه کادو بیرون میومد. دختر هنری خیلی از پاپت خوشش میومد و با اون همیشه بازی میکرد. بقیه ربات‌ها یکی به اسم چیکا که یک مرغ طریقایی بود و یکی هم فردی یه خرس گهمه‌ای ساده بود که با کلاه و پاپیون آهن. ربات پاپت قدرت تفکر بالایی داشت که میتونست آدم‌ها رو به خاطر بسپره. اما من و هنری هنوز تصمیم گرفتیم از پاپت استفاده نکنیم و من بردم گذاشتم خونه. چند ماه گذشت. روز تولد پسر کوچیکم بود. من 3 بچه دارم و با همسرم زندگی میکنم که پسر بزرگم مایکل بچه بزرگ خانواده هست، دخترم الیزابت بچه وسط و یه پسر دیگه هم دارم که از همه کوچیک‌تره. تولد تو خونه من بود. من پاپت رو که خونه برده بودم جلوی در گذاشتم. ربات‌های خودم گلدن فردی و گلدن پانی که اونا هم تو خونه بودن یه استیج آماده کردم و گذاشتم روی اون استیج و غیر فعالشون کردم. من اون روز سر کار بودم، منتظر بودم که شب بشه و برگردم خونه.
تا برای پسرم تولد بگیریم. کارم تو رستوران تموم شد. من داشتم برمیگشتم خونه. کم مونده بودم به خونه. داشتم میرسیدم که یهو دیدم یه بچه جلوی ماشین سبز شد. خواستم ترمز بگیرم اما دیگه کار از کار گذشته بود. پیاده شدم که ببینم بچه سالمه یا نه. هوا خیلی تاریک بود و بارون هم میبارید. رفتم جلوتر ببینم کیه. دیدم چارلیه. با خودم گفتم یا خدا، من چی کار کردم؟ بچه دوستش صمیمیم رو کشتم. الان چی کار کنم؟ از شدت ترس نمیتونستم درست راه برم. سوار ماشین شدم. تو این فکر بودم که چرا از خونه من اومده بود بیرون؟ مگه قرار نبود تو تولد پسرم باشه؟ سریع سوار شدم و در رفتم. اما واقعا چرا چارلی بیرون بود؟